چطورین رفقا؟ خیلی خوش اومدین به ویدیو جدید. تو این ویدیو میخوام در مورد بازی Elden Ring Nightreign صحبت بکنم. با من تا انتهای ویدیو همراه باشید. خب بریم سراغ دستپخت جدید فرام سافتور برای سال 2025 که به شدت هیجان زده کرد همه رو وقتی که تریلرش رو در واقع تو مراسم نشون دادن که انصافا مراسم خیلی پرباری بود، مراسم توپالی بود. خلاصه کلی بازی جدید معرفی شد، کلی اتفاقات هیجان انگیز و خفن افتاد. هر چند اتفاقی که هم من هم خیلی دیگه منتظرش بودیم اتفاق نیفتاد. ولی بگذریم، نمیخوام راجبش خیلی صحبت بکنیم، بپردازیم به بازی و نقلی و کوچولو و جمع و جور راجبش توضیح خیلی کوتاه بدیم و بریم سراغ تریلر. خب Elden Ring Nightreign یه بازی کاملا مستقله و یعنی نه DLC نه بخش رایگانه که شما دانلودش بکنین و برای بازی پول پرداخت بکنین که جلوتر بهش میرسیم. دنیای بازی تو جهان Elden Ring جریان داره و پلیر رو به یک ماجراجویی 14 روزه با تهدیدات شبانه و باس فایت های عجیب و غریب و چالشی در واقع روبرو میکنه. بازی 8 شخصیت جدید داره با قابلیت های خاص خودشون و در واقع موومنت های جدید، وپن های جدید و البته آیتم های جدید و خلاصه محیط های جدید. کلا بازی یک بازی کاملا مستقل و فول پکیجه و خبر خوش این که بازی آنلاین سرویس نیست و همه کانتنت و محتوا توی در واقع همون خرید اولیه در دسترس پلیر هستش. بابت قیمت و تاریخ دقیق انتشار این بازی فعلا صحبت نشده، ولی طبق گفته ناشر پاندای نامکو گفته که خیلی قیمت بالایی نداره و یعنی گفته که قیمت بازی امروز نداره دیگه، ممکنه $30 یا $40 یا حتی $50 باشه، ولی گفته که خیلی قرار نیست بازی گرون باشه. بگذریم بریم سراغ تریلر ببینیم که فرام سافتور چه کرده. خب آقا بریم سراغ تریلر ببینیم که دستپخت جدید فرام سافتور چیه و خلاصه چه عطر و بویی هم راه انداخته. بریم ببینیم. من پشمام ریخت برای اولین بار دیدم و من کپ کردم با 5 دقیقه شوک بودم قشنگ. خیلی با موومنتاش حال کردم و خیلی با وپناش حال کردم. باندای نامکو اینترتینمنت. دقت کنید به این مه یا ابر دیگه، مه که نمیتونه باشه، ابره. این شکل فرم انگار بدن داره. اون اول تریلرم من دقت کردی یا نه بودن اینا، شکل حالت فرم بدن یه قول داره، ترول گنده، ترول قول پیکر. From Software واقعا حلاله، یعنی اون پولی که در میارن حلاله. موومنت دویدن رو داره نشون میده. پرنده وای یک تصورش هم که میکنم برگام میریزه. یعنی تیمی ترول کنی از این سر من بری به اون سر من، اصلا داستان دیگه ای داره این. اوه 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 اینو دیدین؟ اینو یه بار دیگه به وپن دقت بکن ببین، مثل چیزه، مثل داخل سکیرو بود اون دستمون شینوبی تول، اگه اشتباه نکنم مثل شینوبی توله. با بازی لایز آف پی اون دست پینوکیو هم یه ابیلیتی چیز بود، آتیش میزد. این یارو هوکش میکنه نزدیک و یه شمشیر در قلبش.
پرواز میکنم اصلا. واقعا خفنه. اینجا رو اگه شما دارک سولز باز باشین و دقتتون بالا باشه میفهمید که این همون در واقع اون نقاب که بهش نمیگن، چشمند فایر کیپر داخل بازی دارک سولز 3 هستش و ما احتمالا از بازی دارک سولز 3 هم باس فایت این بازی داشته باشیم که جلوتر بهش میرسیم. بازی قابل تک نفره میشه بازی کرد، یعنی حتما لازم نیست که شما تیم داشته باشید. این حرکتش خیلی دیوارو میره بالا. اینها نیملس کینگه. اگه این نیملس کینگ نیست پس چیه؟ نیملس کینگ از بازی دارک سولز 3 باس ها رو نشون میده، تنوع سلاح ها رو نشون میده و کلن چیز مریضیه. پشمام. The life of the Night Lord. Elden Ring Nightrine. بد جور برای این بازی هایپم. خب ممنون که تا انتها تماشا کردین، وقت گذاشتین. حتما تو کامنت ها نظرتون رو بگین. اگه به محتوای گیمینگ علاقه دارین چنل رو ساب بکنین، کامنت بذارین، ویدیو رو لایک بکنین. این کارتون باعث میشه چنل رشد بکنه و چنل افراد بیشتری ببینن و به منم خیلی خیلی کمک میکنین. تا ویدیوی بعدی مواظب خودتون باشین. ویدیوی بعدی میبینمتون. این حرکت که دیگه